باشه با 20 شما را گردم برادر جان با من صدای برادرم کمک برسونم. یا الله قسم میگم کدام دست کمک درست میکنم بهترین کاری ثواب میگیرم. اشکی خواهر خمونا بی اشکی دختر توجیکا بی صدای امید ایمینوی برای تو افتستم گپورا کانال اکشوری کانال اسلامی کردی برای فقط سر ریکلاما کردن چما دستی کمک درست نمیکندم خواه مرده بانومو شین کم ترختونای خیلی نوموستونا بجمونه شیخ توجی میبروید سرگندو را تقلید میکنی وقتا کرینی میگیری پولدور میگیری بکو بگی دیدونا 10,000 خیر که دمی خواه ای بای بانومی الله ای بای صدای اومدی کدوم بلوگری هستی مده فرق نداره لوبوی دینا لوبوی آدرسوی ما دارم پیتر مینا که کانال اگه شدیم باید خیلی کمتر ناموسی مسلمانی تونم نشون بده فقط گرانیتر را گذاشتن برای شما چیپتوی رویگون نرخی ارزان نمیمری به هم روز تا ای بای بانومی الله اشکی دختره بی در اویلا 4 تمایو 4 نفر گفتستم که 100 سومو 100 روبل اگر خیر کنین همه مردمی غریب این نمیجا همه برای کار آمدگی نه که 100 روبل یکم جورا نمیگیرم اگر همین 100 روبلی 30,000 دام اخلام پرتویا خواهرمون خطیب یاد تش مشکلی میبرویا ای وزبینی میبرویا ما بچه بیدم که با نامی الله میگم با هرچی عشق نمیریزونم هنگام این آورا تماشا کردم با خود نایماده سلطان توازی را من آورا قبلا 4 روز پیش ما فرستاده بودم من آورا تماشا نکرده بودم خودی حاضر تماشا کردم از همون لحظه توازی را با خود نیستم ما حتما بعدی این ویدیو را در کانال پایان کردم با پای وسیع حتما زنگ میزنم کمی هم باشه دست کمک درست میکنیم من گفتستم صدای امید برادر 2 کانال داری در یک کانال امیره ریکلام کرد یا بار خواهش کرد پادپیچ کرد که دست کمک با همی خواهی خمون درست کنند من مرا بدبخت میگوی دجال میگوی هم چی میگوی یا بار خودت فکر کرد با یا برادر توجیکی دیگه نمی کانال تا نمیدون چی به او روز در برای همی ساشا پاشا گوزدگی شما ساشا را پیار نکنین در خطون ساشا پاشا کده گشتین و برای او بروی ساشا را در بین مردم برداشتیسین بای بیناموسیتون بگینین یا تدینه خواهر در برایش ویدیو کنین بمرین با هم روزتون تمامی بلوگرو همه تون مردانتون به شماره بلوگر نشیده کدوم دین شکایت کنین نمره من هسته در از پیسان ویدیو میمونم در لوبای جو هم سخانه من حق باشد لوبای زنگ بزن مردانتون به احتوار بلوگر را
برادران نشون ببینید که من انشالله که مثلا روز بعد روز من شما صحبت میکنم که برای کانال ما رایبان بودن چندین نفر رو کوشش کردستیان لکه ما اول گفتم ما برای پیشروی دولتم ما چی کوشش های باشه برای مردم تاجیکم امروز ما دیدستم یک خواهره که مایمون چنان اشک میریزد بو عالم که کسی مرهم به قلب این خواهره من نیست. از صدای امید میگیریم یکم مرا میگه بول میگه که خطی صدای امید یکم پرابلم داره تیوش نامورا میگوی نه که ما شما را میگم که زخمی تاور میروه زخمی سوزان نی امروز سخن پستی ما صدای امید کارش کنه میگه سالها گذره سخن مردش کنه با همون مقصد من این ویدیو را کردستم که صدای امید در هر یک ویدیوش 4 تا реклама میکنه گرانسه را گذاشتن 4 رقم تلفن را реклама میکنه 73000 و 78000 подписчик داره یا بار نمیبینی که یک خواهره که مایوبا یا کسلی را реклама کنه یا دستی کمک به هوای دراز کنه آدمایی که در کانالشون موسیقی میمونن یکم نواره چی میمونن میدونم میگه که ای بدبخت موسیقی میمونی در کانال موسیقی نمون این مینوی ما گپای صدای امیده در کامنتاری کانال اشک غریب فهمیدگیم ما ویدیوی کانال اشک غریب دیدم دیروز برای گفتن یک نفر که مادرش از غموی وای خلاصه بسیار علاموار بود نه که اشک غریب یعنی سیاوش هم آدم کوفته است دستگیری کرده است کانال درخت عشق دیدم که همه نواراش موسیقی و چیه همون ویدیوی دختره که توجیه در کانالش مونده ما بسیار همون نفرم ندارم نفره که کانالتون اسلامیه فقط برای گرانسه را реклама کردن نه فقط برای گرانسه نرخی هواپیما برای реклама کردن چیزای شما شیخ توجیک برادر تو گفتی ما فون میکشم برای کمبغلا و معیوبا و چیو یا برای خواهره که تماشا کنین دویله 3 نفر بیماری فلج برادر کلانیشون بیماری دیابت قند چی با یک از دستی کمک دراز نمیکنم ما همین خواهره کردیم تو رادیو آزادی را برومن رادیو آزادی سخنوش خیلی قناعت بخش گفت نخوند اسمس رو شما دیدیم که نمر چند بار پرسیدم این انسان ما در تمام پخشای مستقیم رادیو آزادی اشتراک میکردم ندادنش نمر رادیو آزادی نمرش نداد چی بعد از گیری نمیکنین همین خواهره که یا برای ویدیو را تماشا کنین التماس همه با دوستات بفرست ویدیو را تقسیم کن تا مدتی که هستم تا کانال ما را عیباین بردن دشمنای ما نشاطی همش گپ میزنم چیزی که میگه ایون است حجت با بیان نیست لیکن من بیان کردستم که آدمایی که من نمیگم شما کانالاتون برای پول کارکنی کردگین او تو مهنت کردی کانال کشک شدی پول کار میکنی اوشی چوا نه که ده کوشش که پسترت سکه که یک دستی کم بغل هم بگیری برادرانی که از وطن دور هستند سلام خدا میرسانم برادران عزیز من یک خواهر که 24 ساله از شهر دوشنبه من میخوام که کمی هم باشه از درد خدا چقدر زندگی میکنم و چی کار میکنم کمی هم باشه به شما رسانم کمک خدا نرسانه نمیتوانید در از خدا باشید برادران عزیز من میخوام که به من کمک خدا نرسانه منم به مثل خواهران شما به مثل ابروی شما من راه کردم برادران من خواهر که غریب هستم میتوانید کمک خدا نرسانه نمیتوانید در رقم داغو باشد در یک خانه من معیوب نیستم مادرم است دادن جمع است با بالای برادرم کسر خنده وصفی شدم برادران
مراجعتی من به اون خاطر است که باید من به شهر مسئول روم. نمیتوانم، مبلغ کافی ندارم. برادران عزیز، من 24 ساعت در جگاه خواب هستم. بیرون نمیبرم. با شما خوب هستیم که شما با بیرون نبرید و پیش دوستانتون برید، اما من نه. من از شما خواهش میکنم کمک خودتون به من رسانید. اگر توانید به من یک دختر خوب پیدا نمایید که مرا ریچه کنم و مثل شما رفت کردم. برادران عزیز، این چیز حقیقت دارم. برادران کدام خواهر میخواه که خودش در اینترنت پهن کند، کمک طلب کند؟ هیچ کس نمیخواد، اما من مجبورم، دیگر شرایط ندارم، نمیتوانم. گفتم که در خونه مسیطرین، ولی دست مسیطه بوده با بالای برادرم کسلی کار شد. 4 داشتیم هم برادری که زندگیمون نمیبردن. آنهای هم کسلی کار شدن در خونه خواب هستن. از همه مذبی نمیتوانند. ما هم یک پدری ما کار میکنه که و همین 700 سامان یا که 600 سامان چی میشود در این قائله کلان در یک خانه 3-4 اینوالید است. برادران عزیز، برادران، اگر کدامیست که میتونه کمک رسونه نمیتوانه در رقم دعا کنه. من رقمهای خودم رو بمونم و رقم پرتم رو بمونم. میتونه تلفن کنه از من پرسان شوینه که اومده از اول من بیدید. برادران عزیز، من نمیخوام که من میخوام به مثل شمایان رنگردم، پیش دوستانم روم، پیش دیگر رفیقام روم، اما نمیتوانم. برادر جونا، ما 3 آیده بودیم، باز بالای ما 4 تا شده. اپم را به شوهر داده، زندگی خوب داشت. از وقتی که به کسلی بیماری فلج گرفتار شد، یعنی که از رهگشتن مانده، او را خودمانش رو شوهرش آورده در خونه ما گذاشتن. تا 10 سال شود. گفتن کسی خواهرت گذاشتن که اگر این ریچنی که ما داریم میکنه میتونه من یک زنی دیگر گیرم. افسوس که وای هم اومده در خونه ما زندگی میکنه. برای ما در یک سر خوشتاگه زندگی میکنیم. برادر خودم با زنش، با 2 فرزندش، برادر کلانی هم با 3 فرزندش، مادرم، پدرم و اپام خودم. برادرم زندگی ما خیلی مشکل است. مامان کمک خودتون رسانه. اگر میتونه آیده همین پسری من که من در ویدیو میمونم، آیده همین کسی من میتونه نگاه دختری خوب بیاورد که من رفته به مسکو تبابت کنم، برم کامرم باشه با 20 شما را گرنم. برادر جمع با من زنهای برادرم کمک برسنم. زن برادرم کمک برسنم. من خودم نمیتونم. آزی بنام کم بچه دست راه میکردم. اتو 9 سال بود. ای رهگردی موندگی بودم. مادرم هم کسلی دل دارد. 3 مرتبه میکروی فرزندگیش همه زندگی من کمی هم باشه پدرم میبرم. خودتون میدونه که من در بانسه چی خیلی من هر ماه با 2 درچم با پسری اپام در طرف وحدت خواب هستم. میدونی شما بیمار خونه چی خیلی هسته، بیمار چی خیلی هسته. برادران عزیز، التماس به من کمک رسانید. نمیتونید در رقم دعا کنید. خواهش میکنم گپای قبیه نزنید. اگر کدامی که میتونه در کمک رسانه در کارتای من، در رقمای من زنگ زنم. تا چند قایی که زورتون میرسه، 10 روبل، 100 روبل، 50 روبل، تا چند قایی که میتوانید. این مجبوری نیست. اگر نمیتونید در حقم دعا باشید، ما
خیلی خوشحال است، از همه دعا خوب است، کدامی که نمیتونه کمک کرده میتونید مرامت کمک خودتون رسونید که من با مثل شما یا با مثل خواهران شما برادران راه گردم. من نمیخوام که در اینترنت خودم پاک کنم، نمیخوام که من مجبور شدم کدام خواهر مسلمان بخواهی کنم. در پناه الله باشید، الله نگهبان باشد. ما همه وقت دعاگوی شما هم دعاگوی ما باشید. میتونید کمک خودتون رسونید. خداوند نگهبان شما باشد. موجی و پاوی و موجی من یک پسره که ولی میباشم سیم با من کمک شما لازم است. من میخواهم با جواهایم و با پسران دیگر با دیگر کسان بازی کرده دودوی کرده گردم. با من کمک شما لازم است، خیلی کمک شما لازم است. این با من آیدی دختری من یا بیده آیدی کسلی من یا بیده این را باورم که من این ولید میبوشم.